والدین فرد خودشیفته دستاوردهای کودکشون رو تحسین میکنن، دستاوردهایی از جمله قدرت، هوش، توانمندی، دستاوردهایی که ملموس باشه و افراد و مردم به خاطر اون در واقع اینا رو تحسین کنن و تشویقشون کنن. والدین فرد خودشیفته در برگیرنده نیستن و نیاز کودک در واقع تحسین نیست، در برگرفته شدنه. در برگرفته شدن به چه معناست؟ در واقع به معنای در برگیرندگی عاطفیه، در آغوش گرفتن، تعامل کردن، گفتگوی فعال داشتن با کودک. در واقع کودک رو از لحاظ عاطفی باید در بر بگیرن. والدین افراد خودشیفته در واقع خودشون مشغول خودشون هستن و کودکشون در اتاق خودش مشغول خودش. والدین فرد خودشیفته و فرد خودشیفته مثل دو تا خط موازی میمونن که به هم نمیرسن. در واقع چیزی که والدین از فرد خودشیفته میخوان با چیزی که فرد خودشیفته از خودش میخواد با هم دیگه متفاوت هست و اصلاً فرزندشون رو در بر نمیگیرن. در واقع این والدین افرادی سرد و طرد کننده هستند، اما ستایشگر.